السلام علیکم بچه ها، آمدیم با یه ویدیو دیگه یوتیوب. سلام بچه، منم اومدم. خوش اومدید. خوردی؟ من نکن. خب بریم. جایزه 240 میلیون تومانی در اپلیکیشن 7 سعی کن نخندیم. آره. خب بریم بچه، اگه بخندیم سوستون یه قاشق پر سس که من بخورم فکر کنم بعدش افتضاح. بچه این سس تنده اصلا تون نیست، ولی این میگه من میمیرم. خب میمیریم. پندتون خیلی تنده. ما میمیریم. از عربی ها فیلتر شکن تو خاموش کن. خاموشه. بچه وقتی اینجوری میشه فقط یه کاری هست، پرواز ده. حالا میاره ببین که بهت گفتم بذار اینترنت هم بیاره بالا. بچه تا اینجا این چیزا تو خاموش بکن. خب بچه تا این بیاره بالا ما یکم بریم. اومدیم ما برگشتیم. اسم داووده دیگه. من طبیعت میدونم تو من با این شات اینجوری کرده. این مهمون خواهد بزن 10 ثانیه جلو بزن. باشید بود داریم ویژه یکی از یکان یوتیوب فرشاد سایه. سلام باسکویراگو، چطورید بچه ها؟ چطوری پوریا؟ خوبی؟ نوکرتم. چه بلایی میخوای سرمون بیاری امروز؟ نترس، چون تراینا تو لفه فقط کسی که پاره میشه منم، چون من فقط میخندم همه میدونن. بچه من یه نکته بهتون میگم. من از خنده این دوتا هم تو میخندم. قسمت کارت هست هم تو قسمت من از خنده این مقصد این میخندم. دیگه چنل فرشاد همه داره. 3 دفعه عشق منی، قربونت برم. بگو ببینم چیکار قرار بکنیم. قراره با هم ویدیو 100% ببینیم، هر کی نمی‌خنده. بخنده نفر مقابل جریمه بهش میگه. از تخم مرغ بگیر تا روغن و رب و مربا و وای عجیب. من تازگی چرخه مرگو ببینم پشت هنوز نشستی سس تون سیروپ. من همه چی نمیتونم تحمل کنم جز سس تون. خب اومد بچه ویدیو رو هم پوریا برای من فرستاد، من قرار پیداش کنم. هیچیشو واقعا به جون جفت اون ندید. ادیتورای پوریا درست کردن، ادمینای زحمت کشیدن درست کردن. ببینیم کی بیشتر میخنده. آخه ما جفتمونم فقط میخندیم تو ویدیو، حالا ببینیم کی بیشتر میخنده. دقیقاً let's go. بچه دیگه حمایت و اینا رو هم بهتره کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب دیگه بهتره کنید دیگه. آماده؟ بریم. برو بریم. نیم ساعت اینو بعد بیارم. خب چشمه وقتی از رفیقام کمک میخوام. زدی فهمیدی چی شد؟ میدونم زد عقب آره، ولی خودم کنترل کردم. الان بعد ویدیو خندیدی یعنی اوکیه؟ نه اوکی نیست، ببخشید. میتونیم بعد از توافق ویدیو کنیم اوکی. که بعد آره، ویدیو آره. اوکیه. باشه اوکی. ولی ببین نه که خیلی سریع تا ویدیو تموم شد یه ذره باید خودت آره دقیقاً آره. برو بریم. وقتی میرفتم بودم پاتختی تو چجوری کنترل می‌کنی آجی؟ خب به ما برگشتیم. وایسه بچه از اول بخصر. نه از اول نه چون این ویدیو نبود، ویدیوش رو گذشته بود. وقتی میرم با تخته نکن. اگر دندونامون پیدا بشه اون موقع مجازات یکیشون میره. کجاش خنده دار نبود.
یکم این طرفتر تا بیفتید تو بگیم. خب یکیش رفت خب یکیش من بیکم من دارم میفهمم همه سانسوراشو. دوباره چون کلا بلوتوث خاموش کات کن چرا خاموش کردی؟ خاموش روشن خاموش روشن خب الان بس الان خوش بس میشه. حال کرده. خب اینترنت ضعیفه. چه قویز ما بریم درستش کنیم.